بهش میرسیم. آره راست خالیه. جک بود یا یوندا بود؟ گیرنده دوراهی شماره 29. سلام عرض ادب. آماده باش که دوراهی رو ببندی لطفاً. چشم. از سمت شاندیز دیگه منصوره، درسته؟ مثبت. آماده باشین مسیر رو ببندین، محدودیت مقطعی بگیرین. حالا تا لحظات دیگه عمل کنین لطفاً. دوراهی رو مسدود کنین. انجام شد. دوراهی مسدود. پژو رو مدارکشو بگیر. نه پژو یه یوندا با من. سلام عرض ادب. شب بخیر. مدارکتون رو محبت کن لطفاً. جای همکارای من سمت راست بریم بیسین لطفاً. چه اینجوری رانندگی میکنی؟ مهدی مسیر رو باز کن. در ماشین رو باز کن داداش. بشین باش بیا. اصلا هیچ راهی نداره به هیچ عنوان. خواهش میکنم سازی بشه ان شاء الله. اون رنگش هم انجام میشه. نگران نباشید. دستتون درد نکنه. تشکر مخصوص دارم قربان. خیلی متشکرم. جبران میکنیم. نه اصلا راه شما اگر بگی 100 میلیارد بگی، این یه بحث اخلاقیه. به هیچ عنوان نمیگذریم. شاندیز از امام رضا سرعت مارپیچ لاجی نداره. اتفاق یه بار میفته. قرار نیست که هر روز و هر دقیقه و هر ساعت بیفته. یه بار اتفاق میفته، یه بار کشته کشته. بله. 2 روز پیش موتور سوار کشته شد. هر روز دختر و پسر جوونه. تو فیلم چیزو داری؟ نه قاطع. مثلا کار ما همینه. دنبال امثال شما میگردیم ما. راه ندارم. یه زحمت بکش. بشین با اون بیا. با شاسی بیا. اصلا راه نداره. به هیچ عنوان. به هیچ عنوان راه نداره. به هیچ عنوان راه نداره. به هیچ عنوان. نه نمیتونیم اجازه بدیم. شما با ماشینت بازی میکنی تو خیابون. بشین بیا لطفاً. بله. اصلا اینا هیچ کدوم دلیل نیست. دلیل بر تخلف. قربونت. تخلفی نبود دیگه مرتکب نشی عزیزم. من که حرفی نزدم. قربونت برم. قبول دارم. بسیار با شخصیتی متخلف. اما اتفاق یه بار پیش میاد. میگم اولین بارم من از این جاده آمدم. یه آقا میگم همه این رانندگی شما نشون میده اولین بارت نیست. حالا بشین بیا. در زمینه اولین بار از این جاده باور کنید این آقا کل کردیم ما اینجوری شدیم. شما از خود شاندیز، از شهر شاندیز تا دوراهی قطار شهری تخلفی نبود مرتکب نشید. از کجا؟ بلوار امام رضا شاندیز. شما اومدین شروع کردین دیگه، دوربینه که رد شده شروع کردین. بشینین بیاین لطفا. شما هیچ چیزی رو رعایت نکردین. به حقوق شهروندا احترام نذاشتین. اولین بار یه بارم که آدم نباید که یه بارش رو چیز کنین که شما گواهینامه دارید. این چه حرف شما میزنید؟ شما گواهینامه داری. تماما بهت گفته شده، آموزش داده چه راننده امروز و دیروز نیستی. چند تا تصادف دیدی، چند تا فوتی دیدی. ما حتما باید تصادف بکنیم، مشکل پیش بیاد فوت بکنیم. بشین لطفا به همکار من.